салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 15 апрел тақдим мекунем. вакилони маҷлиси намояндагони тоҷикистон ба тақвими кишвар рӯзи президентро ворид карданд, ки аз ин бабад ҳар сол рӯзи 16 ноябр таҷлил мешавад. дар нишасти палатаи поёнии парлумон аксари вакилон ба тарафдории ислоҳи қонун дар бораи рӯзҳои ид рай доданд ва мегӯянд, ки таъйини рӯзи президент ҳеҷ иртиботе ба шахспарастӣ дар тоҷикистон надорад. باز یک بار من تاکید کردنی هستم که این روز نه به شخصیت اشاره دارد. طوری که در پول حاضر من قید کردم همچون روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اعتراف کرده شد. پارلمانی توجیکستان آخر سال 2015 قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوایی ملت را تصویب کرد که به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اجازه می‌دهد به طور نامحدود نامزدیش را به مقام رئیس جمهوری پیشبری کند. منتقدان میگویند که این قانون‌ها مخالف ارزش‌های دموکراتی هستند. در شهر استانبول نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی با دعوت به رفع اختلاف بین مسلمان‌ها به پایان رسید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت هدف سازمان بخشیدن امید به مسلمانان سراسر جهان است. در این نشست سلمان شاه عربستان سعودی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که کشورهایشان در جنگ سوریه طرفهای مقابل را پشتیبانی می‌کنند حضور داشتند. با عضویت سازمان همکاری‌های اسلامی که سال 1969 تأسیس شده است، 57 کشور از جمله تاجیکستان شامل هستند. در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه مرافعه یک جوان 20 ساله شروع شد که او را به افروختن پرچم گروه افراطگرای دولت اسلامی در یکی از محله‌های پایتخت متهم می‌کنند. در محاکمه روز 15 اپریل مفتش گفت که دوران قربانوف ماه نوامبر پرچم سیاه گروه افراطگرا را در پل بالای نهر حصار در محله 103 آویزان کرده است. دوران قربانوف برای این کارش با دعوت عمومی برای غصب حکومت قانونی و افراطگرایی متهم می شود. والدانش میگویند که پسرشان بیگناه است و زیر فشار مفتشان این اتهام را اعتراف کرده است. در تاجیکستان برای شرکت و تبلیغ جنگ در خارجه از جمله سوریه و عراق جزای سخت مقرر شده است. نمایندگان وزارت‌های امور داخلی تاجیکستان و قرقیزستان در مشاوره مشترک همکاری‌های دوجانبه را بررسی کردند. در این باره وزیران داخلی تاجیکستان و قرقیزستان رمضان رحیمزاده و ملیس تورغنبویف در یک نشست مطبوعاتی در شهر گلستان در ولایت سوخت خبر دادند. دو طرف سند همکاری را به امضا رسانیدند و در جلسه مشاوره در روزهای 14 و 15 اپریل مبارزه مشترک علیه تروریسم، افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر بررسی شد. هدف اساسی برگزاری این مجلس یکجایه این پرزور کردن مبارزه یکجایه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم و پرزور کردن همکاری ها به حساب می رود. گروه امریکایی The Exchange که در تاجیکستان قرار دارد برای شاگردان مکتب اینترنت اطفال معلول در ناحیه حصار کنسرت داد. 400 تماشابین خردسال از هنر این گروه بهره‌ور شدند. اعضای این گروه موسیقی را بدون سازهای موسیقی و با دهان اجرا میکنند. گروه The Exchange همین گونه هنر خود را در سراسر دنیا به نمایش میگذارد. ضمناً هنرنمایی این گروه را می توانید از سایت اینترنتی رادیوی آزادی، صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه تماشا کنید.